طبق ادعایی که این خانوم داره میگه راز سفیدی و بلوری بودن از صورت و بدن ژاپنی ها این ترکیب خفنه. بس بزن بریم و هم درستش کنیم. یک قاشق غذاخوری زردچوبه رو روی حرارت مالگرم تفت میدید تا تیره بشه. سپس نصف آب گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنید. یک قاشق غذاخوری گلاب بهش اضافه میکنید. یک قاشق غذاخوری عسل. اینا رو با هم خوب ترکیب میکنید تا مخلوط بشن. زردچوبه خاصیت ضد التهابی، روشن کنندگی و یک لایه بردار و جوانساز برای پوسته. اسید موجود در گوجه فرنگی باعث یک لایه برداری ملایم برای پوستتون میشه. گلاب pH پوستتون رو تنظیم میکنه و باعث رفع لک ها و جوش و جای جوش و آکنه میشه. عسل هم ضد التهاب و باعث روشن کنندگی و حفظ رطوبت پوستتون میشه و یک آبرسانی عمقی به پوستتون میده. تمام موادی که داخل این ماسکه باعث کم شدن لک‌ها و جای جوش صورتتون میشه. این ماسکو 20 دقیقه بذارید روی پوست صورتتون یا بدنتون بمونه. بعد از 20 دقیقه با آب ولن بشورید. موقع استفاده از این ماسک ممکنه یه ذره احساس سوزش داخل صورتتون کنید. اون به خاطر لایه برداریه که برای پوستتون انجام میشه. اصلا نگران نباشید. اینم پوست صورت من بعد از استفاده از این ماسک. منافذ کاملا جمع شده، پوست احساس لطافت میکنه، پوستتون نرم میشه به خاطر آبرسانی و از بین رفتن سلول های مرده روی پوستتون. کاملا کیسان میشه پوست صورتتون، یه حس کشیدگی و شادابی به پوستتون میده و حس فوق العاده ایه.